به به ماما میا ماما سیتا بشاملیا. بریم که بشامل محشرات درست کنیم. سبزیجاتی که داخل تصویر میبینی همه رو خرد میکنیم و مواد رو کامل داخل کپشن براتون مینویسم. فلفل دلمه های رنگی رو خرد میکنیم و همچنین گوجه و پیاز رو خلالی میزنیم. روغن رو اضافه میکنیم و مواد رو به یک باره اضافه میکنیم. هم میزنیم و مرغ نیم پس شده و ادویه های محشرات خودمون که دیگه نگم قوقا شده. نون تست رو داخل ظرف آلومینیومی میذاریم و سس میریزیم، با فرچه پهنش میکنیم، از مواد میریزیم روی نون تستا. یه لایه پنیر پیتزا و دوباره نون تست میذاریم، بازم سس میریزیم و دوباره پنیر پیتزا میریزیم و از سبزیجات و قارچ و فلفل دلمه های رنگی هم میریزیم روش و میره داخل فر 240 درجه به مدت 20 دقیقه و اینکه بشامل خوشمزه و آماده است. فقط کشو ببینید اول کلیپ.